قهرمان، نوشته راندا برن، برگردان نفیسه معتکف، نشر لیوسا. با صدای محبوب سعیدی. تقدیم به همه قهرمانان. مقدمه. این کتاب درباره یک حکایت است. حکایتی است که زندگی من و در طی تاریخ زندگی افراد زیادی را هم دگرگون کرده است. این حکایت از آغاز بشریت در هر فرهنگ و کشوری در جهان به انواع و اقسام مختلف سینه به سینه گشته، اما اصل حکایت همیشه یکسان و مشابه بوده است. حکایت در مورد قهرمانی است که سیر و سفر شجاعانه ای را روی کره زمین آغاز می کند. محل رویداد در کره خاکی صحنه‌ای بسیار زیباست که از اقیانوس‌های بیکران، کوه‌ها، جنگل‌ها، سواحل شگفت‌انگیز، جلگه‌های گسترده و انواع و اقسام حیوانات و مخلوقات انباشته شده است. بشر ساکن این سیاره لذت حاصل از این همه زیبایی‌های طبیعی را تجربه می‌کند. ولی قهرمان متوجه می‌شود که زندگی همواره برای بشر این کره خاکی خیلی پر از کشمکش است. رشد انسان‌ها از ایام کودکی تا نوجوانی، بزرگسالی و سرانجام سالخوردگی با زجر و درد و تجربه رنج‌های جسمانی، فقر، غم، اندوه و بالاخره مرگ تک تک افراد توأم است. در کره خاکی هم شادی و هم رنج وجود دارد، چون این جهان زیبا دنیای دوگانگی یعنی جهان تضادها می باشد. هر موردی متضاد خود را دارد، مانند نور و تاریکی، دور و نزدیک، بالا و پایین، چپ و راست، سرما و گرما. این تضادها در هر مرحله‌ای از زندگی تجربه می شوند. مثلا دوستی، دشمنی و عاشقی وجود دارد و همچنین فروکش کردن عشق و عاشقی، اطمینان خاطر و دودلی، ثروت و فقر، شادکامی و یأس. در هر بشری هم خصلت‌های مثبت هم خصلت‌های منفی وجود دارد. در سیاره زمین هر موردی متضاد خود را هم دارد. در این جهان خوشی فراوان، عشق بالا، تلاش و تقلاهای متعالی و حتی ناملایمات بیشماری که هر کسی با آن مواجه می شود، برای همه یکسان وجود دارد. خودت خواستی پا به اینجا بگذاری و ماجرای زندگی را در این مکان زیبا ولی پر از کشمکش تجربه کنی. این تو هستی که به این نتیجه رسیدی که برای کشف قهرمان درونت هیچ مشکل عظیمی نمیتواند سد راهت شود. این تویی که میخواهی سیر و سفر قهرمان را شروع کنی، چون خودت قهرمان داستان هستی. موقعی که به سیر و سفر قهرمان میروی، بدون تجهیزات نمیمانی. تو با توانایی‌های قدرتمند عظیم درونی متولد شده‌ای که تو را قادر می‌کنند به خواسته‌هایت پی ببری و از هر آزمایش و مانع و کلنجارهای پیش رو سربلند بیرون بیایی. اما متولد شدن در دنیای مادی و محدود کره خاکی باعث محدودیت ذهنی و بصیرتی تو نیز می‌شود. یعنی که تو نمی‌توانی جوهر واقعیت را به خاطر بیاوری. تو حتی استعدادهای قوی درونی خیش را به یاد نمی‌آوری. تو باید همه اینها را برای خودت کشف کنی. فقط از طریق تکمیل سیر و سفر قهرمان و مورد توجه قرار دادن والاترین خصلت‌های بشری درونی خود، بالاخره تو هم قهرمان می‌شوی و سپس هدفی جدید بر وجودت مستولی می‌شود. و با مواردی که در طی مسیر کشف می‌کنی، به افرادی که سیر و سفر خود را شروع کردند کمک می‌نمایی.
افرادی که با آنها آشنا خواهی شد. قبلاً سیر و سفر قهرمانی خود را طی کردند. آنها از سراسر جهان گرد هم آمدند تا داستانها و تجربیاتشان را با تو در میان بگذارند. در این صورت به تو هم کمک می شود تا سیر و سفر قهرمان خودت را آغاز کنی. لیز مری از آمریکا. لیز مری از پدر و مادری معتاد به دنیا آمد و در نیویورک در فقر بزرگ شد. لیزای نوجوان بعد از مرگ مادر و رفتن پدرش به مرکز حمایت از بیخانمانها آواره شد. لیز دبیرستان را تمام نکرد و شبها در راه پله ها می خوابید و برای زنده ماندن غذا می دزدید. در همان ایام بود که رویای رفتن به دانشگاه هاروارد در وجودش جوانه زد. 4 سال بعد لیز به آرزویش رسید و از طریق در میان گذاشتن سرگذشت خود نویسنده کتاب‌های پرفروش و نیز یکی از معروف‌ترین سخنرانان انگیزشی جهان شد. جی ام راو، اهل هند. جی ام راو در دهکده کوچکی در هند بدون برق و تلفن، جایی که ساکنانش مجبور بودند برای جیره غذایی صف بکشند، بزرگ شد. علیرغم مردود شدن او در اولین تلاشش برای امتحانات سال 3 دبیرستان، او دلش می‌خواست کسب و کاری کوچک راه بیندازد تا شاید روزی از برکت وجود آن کسب و کار با داشتن خانه‌ای قشنگ به زندگیش سر و سامانی داده شود. خوشبختانه او در برابر فرصت‌های پیش روی خود چشم و گوشش باز بود. آقای راو بعد از کسب و کار اولیش در کارگاه نخریسی این زمینه را گسترش داد. امروزه امپراتوری عظیم او کارخانه‌های برق، تشکیلات توسعه و پیشرفت فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها و مناطق شهری را شامل شده است. لرد همیلتون از آمریکا. لرد همیلتون در خانواده‌ای از هم پاشیده در هاوایی بزرگ شد. او غرق در احساس محرومیت و تبعیض به این نتیجه رسید که لازم است هرچه زودتر بزرگ شود. او برای اینکه خودش را ثابت کند به عنوان یک موج سوار دست به کار شد و تا جایی پیش رفت که تا به حال کسی در موج سواری به پای او نرسیده بود. ماجراجویی بی حد و حصر او در داخل و خارج از آب به جراحات شدید، شکستن استخوان، گم شدن در دریا در موارد متعدد منجر شد. با این وجود، لرد همیلتون متوجه شد که آرزوی او در این بود که خود را از محدودیت‌ها برهاند و در نتیجه به یکی از بزرگترین موج سوارانی که تا به حال دنیا به خود دیده است، تبدیل گردد. آناستازیا سور از رومانی. آناستازیا سور و خانواده جوان او در اوج جنگ سرد برای یافتن زندگی بهتر از رومانی کمونیستی فرار کردند. او بدون پول و پله و دانستن زبان پا به لس آنجلس گذاشت و مدت 14 ساعت در روز در آرایشگاهی کار می‌کرد. وقتی آناستازیا متوجه شد که بدون تغییر و عوض کردن کار فعلی خود نمیتواند زندگیش را دگرگون کند، مصمم شد که کسب و کار مخصوص خود را در بیورلی هیلز راه بیاندازد. او با اجرای سبک خاص و منحصر به فرد خودش در اصلاح ابرو یک شبه ره 100 ساله را طی کرد و به موفقیت رسید. او در طی سالیان سال هنر شکل و فرم دادن ابرو را جهانی کرد. پل ایرفلی از آمریکا. پل ایرفلی در دوران مدرسه با خوانش پریشی، اختلال در توانایی خواندن و تمرکز دست و پنجه نرم می‌کرد. هرچند او هنوز به طور رسمی قادر به خواندن نبود، ولی رویای تأسیس شرکتی بزرگتر از شرکت IBM را در سر می‌پروراند. او برای غلبه بر ناهنجاری و اختلالات خواندن و نوشتن حس شدید مشاهده و دقت را در خودش تقویت کرد. یک روز که در صف ایستاده بود، همین حس باعث شد که به ضرورتی توجه کند و آن یعنی چاپ و فتوکپی ارزان.
از همان ایده بود که شرکت فتوکپی کینکوز پا به عرصه وجود گذاشت و کم کم به شرکت فتوکپی 1 میلیارد دلاری تبدیل شد. پیتر براش از کانادا. پیتر براش بازیکن جوان هاکی روی یخ بود که به خاطر برخورد شدید و افتادن روی یخ قسمت پایین بدنش فلج شد. او عهد کرد که اگر از این قضیه جان سالم به در ببرد، برای همیشه با هاکی خداحافظی کند. او سر قولش ایستاد. پس از اینکه توانست 1 ساعت بعد سر پا بایستد، عزم خود را جذب کرد و مصمم شد که تنیس بازی حرفه‌ای شود. هرچند پیتر بازیکنی سرشناس نشد، ولی با تلاش‌هایش یکی از معتبرترین مربیان تنیس عصر خود شد و بزرگترین باشگاه تنیس دنیا را تأسیس و مدیریت کرد. مستین کیپ از آمریکا. مستین کیپ به عنوان یکی از جوانترین مدیر عامل‌های اجرایی دنیای موسیقی در لس آنجلس فوق‌العاده موفق و معروف شد. اما اعتیاد روزافزون او به مواد مخدر و الکل به یکی از بزرگترین ضربه‌های روحی زندگیش منجر شد. اعتیاد باعث شد مستین از کار برکنار گردد. او بعد از به باد فنا دادن اموالش با به کار انداختن عقل و خرد مصمم شد که خود را دوباره کشف کند. از آن زمان به بعد او به وبلاگ نویسی الهام بخش، نویسنده وبسایت و توییتر در صفحه‌ای به نام دیلی لاو تبدیل شده است. پیت کارول از آمریکا. پیت کارول آرزو داشت که در زندگی به جایی برسد. مثلا ورزشکاری حرفه‌ای شود. اما وقتی در لیگ ملی فوتبال به موفقیتی که انتظار داشت نرسید، امیدش ناامید شد. او دیگر عقلش به جایی نمی رسید و مانده بود که با مهارت‌ها و زندگیش چه کند. تا اینکه پی برد که باز هم رویایش، آن هم به طریقی که حتی به فکرش هم نمی رسید، به حقیقت می پیوندد. او مربی فوتبال شد. هرچند سیر و سفر مربیگری حرفه‌ای وی پرفراز و نشیب بود. پیت کارول به یکی از الهام بخشترین مربیان فوتبال آمریکایی تبدیل شد. او اخیراً هم توسط کمیته جهانی فوتبال به عنوان مربی سال سیاتل سی‌هاک معرفی شده است. مایکل اسمیت از انگلستان. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، مایکل اسمیت متوجه شد که به طور بالقوه‌ای فاقد شرایط استخدام است. او تصمیم گرفت سراغ کسب و کاری برای خودش برود، اما نتوانست وامی از بانک دریافت کند. بنابراین مادرش مبلغ 1000 پوند به او قرض داد، ولی به خاطر ناکامی در سرمایه‌گذاری در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. اما او بی تردید می دانست که جدیدترین ایده‌اش یک جورایی منحصر به فرد است. و همین باعث شد که بازی اینترنتی موشی مانسترز ابتکاری او مانند موج طوفانی انگلستان را فرا بگیرد و به یکی از پدیده‌های جهانی برای تفریح و سرگرمی کودکان تبدیل گردد. لین بیچلی از استرالیا. لین بیچلی فقط 7 سال داشت که مادرش به صورت دلخراشی درگذشت. طولی نکشید که لین پی برد در دوران نوزادی او را به فرزندخواندگی پذیرفته بودند. لین با تعیین هدفی برای خودش که ارزشمندی او را به جهان ثابت می‌کرد، در برابر این فقدان و رها کردنش در ایام نوزادی قد علم کرد و سرانجام قهرمان موج سواری جهان شد. لین بیچلی به هدف خود رسید و عنوان قهرمانی جهان را نه فقط 1 بار بلکه 7 مرتبه از آن خود کرد. به این صورت او به عنوان بهترین موج سوار زن در جهان معرفی شد. جان پل دجوریا از آمریکا. جان پل دجوریا و برادرش مدت 4 سال و نیم از دوران کودکی خود را در پرورشگاه به سر بردند. چون مادر مریضشان از عهده کار کردن و مراقبت از آنها به طور همزمان بر نمی آمد. آخر و عاقبت آنها پیوستن به جرگه بچه‌های خیابانی در شرق لس آنجلس ختم شد.
معلم دبیرستانشان پیش بینی کرد که جان پل هرگز به جایی نخواهد رسید. زمانی که جان پل 20 و چند ساله بود و او با پسر نوزادش توی یک ماشین زندگی می کردند و برای امرار معاش به جمع‌آوری بطری می پرداخت، چنین به نظر می رسید که این پیش‌بینی درست از آب درآمده است. پس از اینکه او 3 مرتبه پشت سر هم از کار برکنار شد، او با پل میچل شریک شد و فقط با $700 شرکت تولیدی محصولات مخصوص مو را راه اندازی کرد. امروزه شرکت جان پل میچل به جایی رسیده است که سود سالیانه آن بالغ بر $1 میلیارد است. پیتر فویو از آمریکا. پیتر فویو فرزند یکی از مهاجران سخت کوشی بود که به آمریکا آمده بودند. در دوران کودکی، او آینده‌ای تکنولوژیکی را در ذهنش مجسم می کرد که شهرها با انرژی خورشیدی اداره می شدند و تلفن‌ها هم تلفن‌های همراه بودند. وقتی بزرگتر شد، او در آرزوی داشتن کسب و کاری عظیم بود و اینکه بهترین مدیرعامل موفق در آمریکای لاتین شود. همه می‌گفتند که اینها از آرزوهای محال است. اما وقتی پیتر رئیس شرکت غول پیکر مخابرات مکزیک، آن هم فقط در سن 33 سالگی شد، رویایش به حقیقت پیوست. خود من در خانواده کارگری ساده و بی‌آلایش در استرالیا به دنیا آمدم. در اوایل جوانی آرزوهای بزرگی در سر نمی‌پروراندم. چون به ذهنم خطور نمی کرد که آرزوهای بزرگ برای من امکان پذیر شود. اما در سال 2004 وقتی رازی را کشف کردم و شانس و اقبال فراوان به من رو آورد، یعنی با درمیان گذاشتن راز کشف شده به جهانیان، زندگیم متحول شد. در سال 2006 بود که فیلم راز روی اکران آمد و کتاب راز هم منتشر گردید. و با رسیدن به دست میلیون‌ها نفر آنها جهانی شدند. اگر افکار تو هم مثل افکار سابق من است و هرگز به آرزوهای بزرگ فکر نمی‌کنی، چون تصور می‌کنی که آنها هرگز به حقیقت نمی‌پیوندند، بدان که در سفر قهرمان تمام چیزهایی که برای به وقوع پیوستن آرزوهایت به آنها نیاز داری را کشف خواهی کرد. این حکایت توست. این هدفت است. به این خاطر روی کره خاکی هستی. یعنی که باید سیر و سفر قهرمان را در پیش بگیری و قهرمان درونت را کشف کنی. تو با عقل و خرد گرانبهایی که در شرف دریافت آن هستی و با مجهز شدن به سلاح توانایی‌های قدرتمندت می توانی به آرزوهایت برسی و آن حقیقت و شادی ابدی را که تک تک ما آدم‌ها به طور جدی در جستجویش هستیم پیدا کنی. مهم نیست در چه مقطعی از زندگیت قرار گرفتی. مهم نیست چند سال داری. هرگز برای دنبال کردن آرزوهایت دیر نیست.